که یک شنبه‌تون گذاشتیم با ما. واقعا ما یه افتخار من هست که می‌بینم اینقدر در جامعه ما، جامعه ایرانی همه استقبال میشه از همچنین جلسه‌هایی و واقعا هممون احتیاج داریم. هر چقدر کتاب بخونیم، کلاس بریم، هنوز می‌تونیم ساعت‌ها راجع به تمام این موضوعهایی که امروز اینجا راجع بهش صحبت می‌کنیم واقعا گفتگوها داشته باشیم و هنوز هم کافی نیست. ولی من خواستم از طرف خودم از شما تشکر بکنم. من که گفتم واقعا مایه افتخار من هست که امروز در خدمتتون هستم. چقدر خوب بود که دکتر کریمی اول صحبت کردن. یه مقدار صحبته که من امروز میخوام با شما در میون بذارم تقریبا یه اشاره کوچیکی بهش کردن و همونطور که خدمتتون گفتن این موضوع ازدواج سالم و خصوصیات ازدواج سالم یک موضوع خیلی آسونی نیست و میتونیم ساعت‌ها راجبش صحبت بکنیم، ساعت‌ها بحث بکنیم و هنوز هم میشه این بحث رو ادامه داد. من سعی میکنم هم که گفتم وقتمون محدود هستش، تقریبا یه 25 دقیقه نیم ساعتی در خدمتتون هستم، ولی تا اونجایی که بتونم سعی میکنم یک سری نکاتی که فکر میکنم خیلی نکات مهمی هستش با شما در میون بذارم. به نظر من خیلی مشکل راجع به ازدواج موفق صحبت کنیم، ازدواج سالم، بدون اینکه یه اشاره کوچیکی به انسان سالم بکنیم. و کمی یه اشاره خیلی کوچیکی کردن راجع به کودکسالی، سن 5 سالگی با ما صحبت کردن و من میخوام یک مقدار کمی با شما راجع به مشخصات انسان سالم صحبت کنم. چرا این موضوع مهمه که راجع به انسان سالم صحبت کنیم؟ برای اینکه ازدواج چیه؟ ازدواج دو نفر، دو شخص که تصمیم گرفتن که به هر دلیلی، به دلیل اینکه میخوان یک خانواده‌ای رو تشکیل بدن، بچه داشته باشن، نیازهای مالی، از کسی خوششون اومده، عاشق کسی شدن، به دلایل مختلف تصمیم گرفتن که دیگه نمیخوان مجرد باشن و میخوان با یه شخصی یه یونین، یه خانواده رو تشکیل بدن. خب خیلی از ماها معمولا وقتی یه مشکلی داریم با همسرمون خیلی برامون راحت هست که بگیم مشکل ایشونه، مشکل من نیستم و طرف مقابلمون رو همیشه مسئول بدونیم و از اونها خواهش کنیم که مشکلاتی در زندگی زناشوییمون داریم اونا برن روش کار کنن، مشاور ببینن، کتاب بخونن و اینکه انگشت رو همیشه اشاره کنیم به شخص مقابلمون و اونها رو متهم بکنیم. در اکثر خیلی کار راحته، برای اینکه خیلی راحت‌تر از کس دیگه خواهش بکنیم که خودش رو عوض کنه تا اینکه ما خودمون رو عوض کنیم. خانم باربارا استرایسن یه مثال خیلی خوبی دارن، میگن که خانم‌ها همیشه میگن 10 سال سعی کردم این شوهرمو عوض کنم. هی بهش گفتم چیکار بکنی چیکار نکنی. بعد از 10 سال خانم‌ها میگن تو مردی نیستی که من 10 سال پیش باهات ازدواج کردم. خب هممون همیشه تا یه حدی سعی میکنیم که طرف مقابلمون رو عوض کنیم، ولی همون گفتم دلیلی که من فکر میکنم خیلی مهم هست که مشخصات یک انسان سالم رو واقعا بدونیم چی هست. وقتی که دو تا انسان سالم وارد یک ازدواج میشن در نتیجه ازدواجشون خیلی ازدواج موفق‌تر و سالم‌تری خواهد بود. وقتی راجع به مشخصات انسان سالم باهاتون صحبت میکنم میخوام که گوش بدید که ماجرا میتونید سعی بکنید که یادتون باشه یه سری مشخصات چی هست، برای اینکه وقتی که راجع به ازدواج سالم صحبت میکنم میبینید که چقدر این دو با هم تشابه دارن و یه سری خصوصیت ها واقعا در هر دو یکی هستش. خب ازدواج خانواده مثل ساختن یک ساختمون میکنه، ساختمونی که میخوایم محکم باشه، از هم نپاشه، معمولا یک فاندیشن، یک پایه خیلی محکم داره. یکی از چیزایی که این پایه این خانواده رو محکم میکنه دو تا انسان سالم و بالغ هستش. دکتر کریمی اشاره کردن به ضرباتی که آسیب‌هایی که در دوران کودکی به اکثر ماها به هر شکلی بالاخره هر کسی یک شاید یه موقعیت رو یه تجربه رو برای خودش یه حادثه بدونه. فکر کنه شاید یکی
پدر مادر شما مسافرتی رفتن، شما رو تنها گذاشتن، شاید کس دیگه یک مرگی تجربه کرده، اتفاقات بسیار مختلفی برای هر شخصی در دوران کودکی نوجوانی میفته که وقتی ما به سن بزرگسالی میرسیم خیلی از روانشناسان معتقد هستن که این تجربیات کودکی هستن که در سن بزرگسالی به ما راه و روش ما رو دیکته میکنن و من تا در این حدی با این صحبت موافق هستم، ولی همون که شما اشاره بهش کردین دکتر، به عنوان یک فرد عاقل و بالغ ما این توانایی رو داریم که یه سری مشکلی شاید در کودکی داشتیم، یه سری ضرباتی که به ما وارد شده، هنوز ما توان این رو داریم که بتونیم این مشکلات رو تا یه حدی برای خودمون حل کنیم. خیلی پیش مشاور میرن، کتاب میخونن، کلاس برمیدارن، صحبت‌هایی با خانواده هاشون دارن. خیلی از روانشناسا اعتقاد این رو دارن که ما وارد ازدواج‌هایی میشیم که همون شکلی رو دارن که ما در بچگی باهاش تجربه داشتیم. شاید پدر مادرمون یک ازدواج‌هایی رو داشتن که ما همیشه به خودمون گفتیم من هیچ وقت مثل این نمیشم، من هیچ وقت با همچین مردی، با همچین زنی ازدواج نمی‌کنم. و این قدرت رو به عنوان یک فرد عاقل و بالغ در سن بزرگسالی ما این قدرت رو داریم که زندگیمون رو عوض بکنیم، که اجازه ندیم که اون مشکلی در بچگی بوده، اون ضررها، اون شکستگی‌ها الان بیاد به ما دیکته بکنه چجور همسری برای خودمون انتخاب بکنیم. یه مقدار براتون راجع به مشخصات انسان سالم میگم، ولی یه مقدار کوچیک راجع به کورتشیپ، دیتینگ، دوران نامزدی خیلی چون که وقت زیاد نداریم به طور خلاصه باهاتون راجع به صحبت میکنم. خصوصیت انسان سالم. انسان سالم کیه؟ انسان سالم خودش رو دوست داره. انسان سالم از اون کسی که هست حس خوبی میکنه. انسان سالم میدونه که در زندگی یه سری دلشکستگی‌هایی هست، بعضی موقع اشتباهاتی میکنه و انسان سالم این توانایی رو داره که خودش رو ببخشه. انسان سالم به خودش احترام میذاره و از بقیه میخواد که به اون احترام بذارن. انسان سالم صبوره، رو راسته. انسان سالم میتونه عشق بده به بقیه و توانایی اینو داره که بقیه اجازه بده بقیه بهش عشق بدن. اینا خیلی مشخصات مهمی است که میخوام اگر میتونین یادتون بمونه وقتی راجع به ازدواج سالم صحبت میکنیم. تمام این مشخصات واقعا پایه و بنیاد یک ازدواج سالم هست. انسان سالم نه تنها با خودش راحته، با بقیه هم راحته. همه رو با یک چشم منفی و بدبین نگاه نمیکنه. به زندگی با یک طرف مثبت نگاه میکنه. خیالاتی نیست، واقع بینانه است، ولی همیشه سعی میکنه اون نیمه پر لیوان رو نگاه بکنه. انسان سالم اجازه نمیده کسی ازش سوء استفاده بکنه، چه از لحاظ مالی، روحی، وقتش. این یکی از مهمترین مشخصات انسان سالم هستش. انسان سالم اون کارهایی که میکنه حتی اگر یه وقتی اشتباهی بکنه احساس مسئولیت میکنه، مسئولیت قبول میکنه، همیشه یک کس دیگه رو محکوم نمیکنه و مسئول کارهای خودش نمیبینه. انسان سالم همون گفتم واقع بینانه هست و سعی میکنه که زیبایی‌های زندگی رو ببینه و تجربه‌های جدید و تازه در زندگی داشته باشه. میتونم صدها راجع به مشخصات انسان سالم باهاتون صحبت کنم، فکر کنم این خودش موضوعی هست برای شاید یه سمینار دیگه، ولی فقط میخواستم اون چند موضوعی که به نظر من خیلی مهم هست برای تشکیل ازدواج سالم باهاتون در میون بذارم. خب حالا یه مقداری میخوام راجع به حالا این انسان حالا یه سری چیزا راجع به خودش انشالله که دونسته، همونطور که دکتر میگفتن بزرگترین گیفتی که ما میتونیم به خودمون بدیم که خودمون رو بشناسیم قبل از اینکه تصمیم ازدواج میگیریم، تصمیم میگیریم وارد همچین رابطه‌ای بشیم که رابطه خیلی پرمسئولیت هست. یک مقداری خودمون رو شناخته باشیم، یک مقداری اون مشکلات خودمون رو حل کرده باشیم انشالله قبل از اینکه وارد یک رابطه با یک شخص دیگه بشیم که اونها هم همون مشکلات،
همون شاید ضربه‌های دوران کودکی اونها به سهم خودشون یک سری مشکلات قرار بیارن توی این رابطه. خب در دوران نامزدی معمولاً اولش خب یک سری از لحاظ فیزیکی کسی رو می‌بینید خوششون میاد از قیافه‌شون، شاید از لحاظ مالی به نظر میاد که این آدمی هست که میتونه خودش رو ساپورت کنه، یک فردی رو ساپورت بکنه. خب بستگی به اینکه ما چطور بزرگ شدیم، چه فرهنگی هستیم، چه خانواده‌ای هستیم، یک سری موضوعها برای هر فرد مهمه. من خیلی با خانمایی صحبت کردم که میومدن وقتی که با مراجعین کار میکردم و دختران جوان ازشون میپرسن که خب برای شما دنبال چه مشخصاتی هستی در همسر آینده؟ خب میخوام پولدار باشه، ماشین خوب برونه، کار خوب داشته باشه، خانواده خوب باشه. خیلی خوب باش، اینا مهمه، نمیگم مهم نیست، ولی تا چه حد مهمه و تا چه حد میخوایم این همسر آیندهمون رو کسی رو انتخاب که فقط این مشخصات رو داشته باشه. خب با آقایون صحبت میکنم، در همسر آینده‌ت چه انتظاری داری؟ چه چیزایی رو میخوای که همسر آینده‌ت داشته باشه؟ خوب برقصه، غذا خوب بپزه، فامیل بخواد، بچه زیاد من دوست دارم، خونه بخواد که بمونه، از بچه‌ها مواظبت کنه. خب بعضی براشون این مسئله ها مهمه، هیچ اشکالی نداره، ولی اون مشخصات، اون فاکتورهایی که یک ازدواج محکم، همون فاندیشن یک بنیاد محکم داره، این خصوصیات اون بنیاد محکم نگه نمیداره. حتی عشق این بنیاد محکم نگه نمیداره. اکثر ما که ازدواج کردیم، انشاءالله وقتی ازدواج کردیم عاشق طرفمون بودیم، عاشق همسرمون بودیم، ولی این عشق بعد از سالها تبدیل به نفرت میشه اگر یک سری مشکلات و صحبت‌ها، یک سری حرف‌ها از قلب هم زده نشده باشه. پس حتی عشق کافی، هیچ وقت عشق خالی کافی نیست برای تشکیل یک ازدواج موفق. از آقای هو جکمن پرسیدن که شما یه هنرپیشه خیلی معروفی هستین توی این هالیوود هم که خب معمولاً ازدواج‌ها خیلی بیشتر از 22 ساعت، بعد 72 ساعت، چند ماه خیلی معمولاً طول نمی‌کشه. راز و رمز خوشبختی شما چیه که شما هنوز بعد از سالها با همسرتون هستین؟ هیو جکمن گفتن که من خودم این مصاحبه رو نگاه می‌کردم، مصاحبه رو گفتن که اولین چیز اینه که آدم درست رو انتخاب کن. رمز موفقیت ازدواج. Choose the right person. و به نظر خیلی حرف ابتدایی میاد. خب هممون همین رو میدونیم. خب معلومه که همه میخوان اون آدم درستشون رو پیدا کنن. ولی چه مشخصاتی رو ما در اون طرفمون، چه معیارهایی رو ما دنبالش هستیم، اون قسمت هست که خیلی مهمه. یه مقدار راجع به دوران خواستگاری نامزدی صحبت کردم. خب خیلی وقتا خیلی ازدواج‌ها شاید به دلیل اینکه خیلی خانواده‌ها خیلی مذهبی هستن یا ترادیشنال زیاد درست نمیدونن، برایشون خوب نمیدونن که دو تا پسر یه مدت طولانی رو با هم رفت آمد داشته باشن. خب من کسایی که مراجعه کردن و خیلی مدت 2 ماه 3 ماه بیشتر با هم دیت نکردن و حالا الان در ازدواجشون با هم خیلی مشکلات زیاد دارن که هیچ صحبت‌ها رو هیچ وقت نکردن. یک سری توافق‌هایی که یک سری تفاهم‌هایی که باید قبل از ازدواج این صحبت‌ها می‌شده، هیچ وقت اون شانس رو نداشتن که راجع به این مسائل با هم صحبت کنن. پس یه مقدار دوران نامزدی، دوران خواستگاری شده، این وقتی هستش که ما این سوال‌های خیلی مهم رو باید از هم دیگه بپرسیم. یه سری تحقیق‌هایی که کردن به این نتیجه رسیدن که 60% طلاق‌هایی که در مدت خیلی کم بعد از ازدواج صورت گرفته، علتش این بوده که زناشویان همدیگه رو نمی‌شناختن. خیلی مدت کوتاهی با هم رابطه داشتن قبل از اینکه با هم ازدواج بکنن. پس این یکی از اون موقع‌های خیلی خیلی مهم هست که می‌خوایم واقعا بهش توجه بکنیم اگر می‌خوایم وارد یک ازدواج موفق بشیم. خب حالا یکم راجع به ازدواج موفق حرف بزنیم. خصوصیات ازدواج موفق چیه؟ وقتی که ما یک همسرمون رو، یک شوهرمون رو، زنی رو انتخاب کردیم باهاش ازدواج بکنیم، دنبال چه چیزی می‌گردیم؟ چه چیزایی رو مایل هستیم که از دست بدیم که در مقابلش چه چیزهایی رو داریم به دست میاریم، چه چیزهایی رو کسب می‌کنیم.
ازدواج سالم شروع میشه با رفاه، آسایش و سعادت برای هر دو طرفین. بعضی موقع رابطه ها رو نگاه میکنیم که به نظر میاد این ترازو که ازدواج هست مثل یک ترازو، یه طرف همیشه سنگین‌تر از اون طرفه و حالا یا خانوم یا آقا در هر رابطه فرق میکنه، فکر میکنه که این طرف مقابل وظیفشه که در همه حال برای اینا رفاه تعیین بکنه، برای اینا اونطوری که میخوان زندگی بکنن. این همیشه وظیفه طرف مقابله و اون برابری وجود نداره، اون سعادت برای هر دو طرف وجود نداره. یک طرف همیشه ناراحت به بار میزنه، یک طرف راضی تره، خوشحال تره و این از روز اول که یک ازدواج شروع میشه، یک ازدواج سالم، یکی از مهمترین فاکتورها هست که میخوایم واقعا بهش توجه بکنیم. مشارکت در یک زندگی زناشویی خیلی مهمه. همون که گفتم باید در یک رابطه قدرت باید با هم دیگه شیر بکنیم، باید این قدرت تقسیم بشه. یه سری مسائل شاید آقای خونه هندل میکنن، تکر میکنن، یه سری مسائل خانم خونه و این صحبت ها و خیلی وقتا این صحبت های آسونی نیست، ولی این صحبت ها رو ما باید با هم دیگه با همسرمون داشته باشیم، خیلی رو راست، مثل دوتا دوست. یه رابطه سالم توش شک و تردید وجود نداره. خیلی وقتا رابطه ها رو میبینیم که خب خانم آقا زیاد با هم صحبت نمی‌کنن، کامیونیکیشنی در واقع وجود نداره. صحبت وقتی میکنن که راجع به شاید بچه‌ها و اگه بچه‌ای تو زندگی باشه، معمولا بچه‌ها یکی از بزرگترین تاپیک کانورسیشن خانم‌ها هست. ولی راجع به خودشون دوتا با هم زیاد صحبتی ندارن، برای اینکه میدونن اگر بشینن با هم صحبت کنن شاید یک سری اختلاف نظرها به وجود بیاد که بعد چیکار کنیم و دعوا میشه. خب معمولا هیچ ما نمی‌خوایم با همسرمون دعوا بکنیم، ولی چون که اختلاف نظر وجود داره در خانواده بین زن و شوهر، معنیش این نیستش که هر اختلاف نظری باید با دعوا شروع بشه و با دعوا ختم بشه. یکی از خصوصیات مهم ازدواج سالم این هست که زن و مرد میدونن که کی بحثشون رو تموم بکنن. اجازه ندن گذشته اختلافاتی که در گذشته داشتن، اشتباهاتی که در گذشته کردن، این زندگی روزمره‌شون دیکته بکنه. اگر که تو زندگی برای هممون هر ازدواجی بالاخره بالا پایین داره و یه روز خوشحالیم میخندیم، یه روز از هم دیگه ناراحتیم، عصبانی هستیم، ولی باید بدونیم که بعضی وقتها یه جمله رو میگم بهش دقت کنیم و امیدوارم که برداشت بد نکنیم. بعضی وقتها باید تسلیم بشیم تا برنده بشیم. بعضی وقتا فکر میکنیم که این دعوایی که شروع شده باید من ببرم، اگه من نبرم من اینجور کوتاه نمیام و این رو متوجه نیستیم که شاید بالاخره شوهرمون یا خانممون کوتاه بیاد، شاید فکر کنیم که بردیم ولی در واقع باختیم، برای اینکه طرف مقابلمون از ما ناراحته، طرف مقابلمون دل شکسته است و طرف مقابلمون باش به هیچ نتیجه نرسیدیم. پس بعضی وقتها اگر که با این حرف هم یکم مشکل داریم، آخر جلسه بیایم با هم صحبت کنیم. بعضی وقتا باید تصمیم بشیم، همونطور که توی خیابون بعضی وقتا تابلویی رو دیدیم که میگن طرف مقابل رو بهش حق راه اون طرف مقابل داره. میتونیم وای نستیم، میتونیم بریم، ولی شاید به هم بکنیم تصادف خیلی ناجوری اتفاق بیفته. پس بعضی وقتا باید کوتاه بیایم، هر دو طرف، نه فقط خانم نه فقط آقا، هر دو طرف باید کوتاه بیایم تا در آخر برنده بشیم. برندگیمون چیه؟ برندگیمونه که طرف مقابلمون هنوز ما احساس نزدیکی میکنه و انشاءالله با هم به این نتیجه رسیدیم تو این دعوا. ازدواج سالم، توی یک ازدواج سالم زن و شوهر همدیگه رو سرزنش نمی‌کنن، تهدید نمی‌کنن، تنبیه نمی‌کنن، غر نمی‌زنن، از همدیگه ایراد نمی‌گیرن، که انگلیسی بهش میگن criticize. خیلی وقتا شاید با همدیگه از نظر اعتقادی
با همدیگه شاید اعتقادمون یکی نباشه، شاید حرفمون یکی نباشه، ولی معنیش این نیستش که طرف مقابلمون رو خورد بکنیم یا فکر کنید فقط حرفی که من میگم درسته، فقط تجربه که من داشتم درسته. و این احترام به طرف مقابلمون و احترام به عقیده هاشون، به ارزش هاشون یکی از فاکتورهای خیلی خیلی مهم ازدواج سالم هستش. و این رو بدونین وقتی شما به طرف مقابلتون احترام میذارین، همونطور که گفتم وقتی راجع به انسان سالم صحبت میکردم، انسانی که به طرف مقابلش احترام میذاره همینطور احترام دوباره به خودمون برمیگرده و ما با عملمون، نه با حرف، با عملمون به طرف مقابلمون هم نشون میدیم که با من چطوری باید توی رابطه رفتار بکنیم. توی ازدواج سالم زن و شوهر با هم به همدیگه اهمیت میدن، حرفشون، کارشون برای همدیگه مهمه. شب که همسر میخونه ایسان امروز کار چطور بود، با کارتا چون میگم مثل که سردرد داری، مثل که قیافت که خسته هستی، کاری میتونم برای انجام بدم. بشینیم با هم صحبت کنیم راجع به روز همدیگه، نه فقط وقتی که مشکل هست، نه فقط وقتی که حساب بانکیمون توش به اندازه کافی پول نیست، یعنی نگفتم چطور بذار به حساب، و فقط وقتایی که یک مشکلی هست با همدیگه صحبت نکنیم، وقتی که با هم خوب هستیم، وقتی که آرومیم، سعی کنیم که با هم صحبت‌هایی داشته باشیم و به همدیگه نزدیک بشیم. یک موضوع دیگه که خیلی من فکر کنم توی ازدواج سالم خیلی مهم هستش، اینکه هم زن هم و مرد بتونن اون کسی که خودشون هستن رو توی رابطه حفظ بکنن. منظورم از این حرف چیه؟ خیلی از ما وقتی وارد رابطه میشیم خودمون رو گم میکنیم. شاید توی دوستان، آشنایان، همسایه کسی رو میشناسیم که شاید این خانم با هر کسی که وارد هر رابطه میشه اخلاقش عوض میشه مثل اون طوری که اون آقا یا اون خانم میخوان رفتار میکنه و یک حالت که خودشون رو گم میکنن. و این توی ازدواج مسئله خیلی خیلی مسئله مهمی هستش. برای این سری وابستگی ها، این یک سری که وقتی خودشو گم میکنه و نمیدونه هویت خودش چیه، خیلی باعث مشکل هم برای شخص میشه هم برای ازدواج. زن و شوهر چون که با هم ازدواج کردن معنیش این نیستش که هر روز باید 24 ساعته با هم باشن، پای تلفن با هم صحبت کنن، بدونن در هر ثانیه همسرشون کجاست، با کی حرف زد، با کی نشست، با کی بلند شد، شام کجا بود، غذا چی خورد، با چند نفر پای تلفن صحبت کرد. اینا کنترل هست، اینا نزدیکی نیست و اینها بین زن و شوهر اون تغییر رو به وجود میاره که رویش صحبت کردن، اون اعتماد به هم داشتن خیلی مهمه. من به کسی که کار میکنم وقتی که موقعی که با مراجعین کار میکردم همیشه بهشون میگفتم که سعی کنید خودتون برای خودتون یه هابی داشته باشین، یه کاری که خودتون دوست دارین، یه بافتنی دوست دارین، کلاس ورزشی، یکی میخواد بره شنا بکنه، یکی موسیقی دوست داره، همه کار رو با هم نباید انجام بدین. این یک وابستگی سالمی نیست. یک مقداری باید بتونیم از همدیگه جدا باشیم، دور باشیم و هنوز اعتماد و اون نزدیکی رو از دست ندیم. وقتمون کمه، همونجوری گفتم میتونیم راجع به این مسئله ساعتها و روزها با هم صحبت رو داشته باشیم، ولی میخواستم اون چند تا موضوعی که به نظر من خیلی مهم بود برای تشکیل یک ازدواج سالم راجعتون باهاش صحبت بکنم. اکثر صحبت‌هایی که براتون کردم من از روانشناسایی به اسم جان گاتمن و سو جانسن خیلی علاقه خاصی دارم به کارشون و در کار و واقعا این دو نفر اکسپرتیشون هستش که چطور با کاپل‌ها با زوج‌ها کار بکنه. اگر که دوست دارین، اگر علاقه‌مند هستین، خیلی پیشنهاد میکنم که خدا شکر از طریق اینترنت و همه چی دسترسی داریم، کتاباشون رو بخونیم. من یک لیست آوردم، بکنم آقای ریاضی یک کپی گرفتن، 3 تا کتاب براتون گذاشتم توی این صفحه که خیلی کتاب‌های خیلی واقعا مفیدی میدونم راجع به ازدواج سالم دوتاشون هست و یکیش هست The Drama of the Gifted Child که این کتابی هستش که یک مقدار برمیگرده به شناخت انسان سالم. یکی از مسئله که دکتر کریمی روی صحبت کردن و
اینکه متوجه باشیم چطور این آسیب‌هایی که در کودکی به ما وارد شده چطور میتونیم در سن بزرگسالی با این کار چطوری براتون حلش کنیم و اجازه ندیم اون آسیب‌های کودکی کل زندگی ما رو الان بر ما دیکته بکنن. یک پیشنهاد دیگر که دارم در آخر صحبت‌هام و این از شما خواهش میکنم وقتی که احساس میکنید که تو زندگیتون تو رابطه زناشوییتون مشکلی هست صبر نکنید. اگر احساس میکنید که به کمک احتیاج دارین سعی کنید هرچه زودتر اگر مشاوری میخواین پیشش برید، اگر که کلاسی میخواین بردارین این کار هرچه زودتر انجام بدید. حتی که انجام دادن به نتیجه رسیدن که اکثر زن و شوهرها بین حتی 6 سال صبر میکنن وقتی که توی زندگی خیلی هستن که خوشحال نیستن و مشکل دارن قبل از اینکه پیش یه روانشناس برن و کمک بخوان. و همونطور که میدونین 50% طلاق‌هایی که اتفاق میفته در 7 سال اول ازدواج هست که اتفاق میفته. پس اگر احساس میکنید که مشکلی هست و امکانه این که این مشکل رو بین خودتون زن و شوهر با هم حل بکنن، صحبت کردین، سعی کردین با هم حل کنین، به جای نرسیدین، ازتون خواهش میکنم که حتما پیش کسی برین قبل از اینکه خیلی دیر بشه و نشون ازدواج رو سیرش کرد. خیلی ممنون که به من این افتخار دادین که باشم امروز در آخر جلسه هستم در خدمتتون اگر سوالی